استاد غلام صفدر رجبیکوف معلم کافدره گرافیک اقتصادی و اکولوژی دانشگاه سایه سوئدکوری تاجیکستان. مسئله پیرخو که کنفرانس آن در روزهای نزدیک در تابستان برگزار می‌گردد یکی از مسائل مهمترین روز به شمار می‌رود. مسلم است که تاجیکستان چندین بار بسیار ابتکارات زیادی در عرصه بین‌المللی نشان داد و نشانه امان است که محض کنفرانس مذکور در جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد و مسئله مهمترین روز به پیرخوی تمام جهان بخشیده شده است. تاجیکستان که کشور کوهستان است و 93% منطقه کوهی است، در خود پیرخوی کلانترین آسیای مرکزی 80% پیرخوی مرکزی را در خود جمع نموده است و برای همین باز به این مسئله دقت جدی میدهد که این دقت جدی دادن باعث آن نه فقط پرابلم خود تاجیکستان بلکه پرابلم تمام آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و مرکزی است. بیهوده نیست که در این مسئله در سالهای آخر کشورهای آسیای جنوبی محض بوتان، نپال، بنگلادش و هندوستان بسیار دقت کلان میتونن، چون یکی از پیرخویی که در این منطقه گوییم امالا است با اونا تحقیق کرده سوالند و پرابلم آبشوی زیاد پیرخو در آنجا دیده میشد و ما باوری کامل داریم که نمایندگان این کشورها به تاجیکستان میبند. در اینجا مسئله مذکور مطرح میشود، در اینجا به نقشه‌های مهمترین روز یعنی میشه یک نتیجه بزرگترین میگیرن که نتیجه برای بهتر کردن وضع، برای تامین کردن ذخیره آب، برای طولانی‌تر استفاده این ذخیره بهترین تاجیکستان باید خدمت کنند.